موضوعها را داره. مهاجر توجیک نمیتواند چشمش را برگرداند، اما از روسیه جبران مالی و احترام ملی را طلب دارد. وقتی اختیاری رفت جواب دادند، ولی اکنون ابلاغ کردند و یا چگونه جوانی را که با لکنتی زبان دارد به کمیساریات حربی بردند. ما باور نمی‌کردیم که ایرا ببرن. نه که امیرا قپیدیم بردستیم، ما حیران شدیم که چی دا ایرا قپیدیم بردستیم. افزایش نرخ خون در تاجیکستان افراد گرفتار به بیماری‌ها را نگران کرده است. تعداد دونورهای خون نیز کم نیست. این اقدام بسیارتر آدم‌ها اجرا کنند، بیایند خونشون اسپارند و یک عمری یگان کسلی که بیماری که در این خون محتاج است یارم خود را رسانند. یک مهاجر توجیک از بالای حکومت روسیه به دادگاه аврупоӣ حقوق بشر شکایت برده است. سلیمان سعیدوی 41 ساله میگوید به او در زمینه بیگانه‌ستیزی حمله صورت گرفته بود، ولی دادگاه این را صرف نظر کرد. جبران زیان او را نیز نپرداختند. سال 2016 سرگئی تساریوف، یک شهروند 61 ساله روسیه، طریق تپانچه تروماتیکی به چشم سلیمان سعیدوف تیر شد. در نتیجه این مهاجر از چشمش محروم شد. دادگاه گفت این مرد عمل را در حالت مستی انجام داده است و او را برای تلاش کشتار به 10 سال و 3 ماه زندان محکوم کرد. تغییرات همه شد که کور به کور شدیم. مقصد الحمدلله زشت سلامتیم. خیلی درد میکنه، اما توبات گشتیم درم درد میکنه، زیادتر چشم درد میکنه، چشم شو بیروبیتا میکنه بسیار وقت. من تری همونجا رفتم در کمتون کور کنم و در کور نکیستم تا ایشان خونم بر خواهی شمه که همون ایسک و شیر و همون رو اگر بتونم درونده با خوب میشه، برای یردم میشه دیگه. 4 ماه پیش سلیمان از روسیه به تاجیکستان برگشت و حالا در وطن قرار دارد. حمله به خود را بیگانه‌ستیزی عنوان میکند و میگوید تا زمانی که مقامات روسیه به نفرت شهروندانش به ملت‌های دیگر چشم میپوشد، چون این حالت تکرار خواهد شد. هفته گذشته زمانی که همکارم محمود رحمتزاده میخواست درباره به طور اجباری به ارتش جلب شدن یک جوان معلول گزارش آماده کند، خودش به چنگ مسئولان دعوت به ارتش افتاد. آن روز محمود جان بعد اثبات آنکه تجربه خدمت را دارد از ابلاغ رها شد، اما گزارش تهیه نشده ماند. ولی این همکاری ما از شهر کلو بالاخره با پیوندان جوان ابلاغ شده صحبت کرد و مطلب را آماده نمود. محمد 21 ساله را 10 می با بهانه خدمت حربی از خانه گرفته بردند. پدرش را با چنین شیوه بردن او به غضب آورده است. خیلی مادر ایشون نتی بگیری سالدت بگیری برای چخیله او دام دزدی ولی کاگی اخی. بابا خان سفرف از روی اعمال کارمندان جماعت و کمیساریات حربی ناحیه فرخار به دادستانی شکایت کرده است. خانم که روایت نکرد و جزا بگیره نزدیک ما در جواب بگن اخی. بای خیلی نمیشه. این مرکت پگایت دیگه چه میکنه؟ همسایه ها را به خدمت بردن محمد به حیرت آورده است. آنها میگویند او لکنت زبان داشت و به گمان آنها نباید چنین کسان به خدمت جلب شوند. مازش نیست تجربه مخاکو چه میکنه میره و میاد گام میزنه گپش نمیفهمم چی گام میزنه. ما باور نمیکردیم که ایرا ببرن. نه که امیرا قپیدیم بردستیم، ما حیران شدیم که چی دا ایرا قپیدیم بردستیم. ابلاغ کده باز старший наряд میاد старший چی میاد دلاجت میکنی چیز میدی گپ میزنی اون گپش نمیفهمی. این ما خیلی نمیفهمم گپشا. با قول والدین محمد سفرف چند بار هم خواست اختیاری به خدمت رود، اما خواهش او رد شد. چند بار بچه‌ای هم و این کما در رو دمی ما نمیبرین خدمت میگفت نه زونی تو دستکار میکنه متو نمیبر. این امروز دومن خیلی کرد. بر طبق اطلاع اقربا این جوان حالا در کمیساریات حربی شهر باختر قرار دارد. 5 روز است والدین نتوانستند جز این اطلاع دیگری بگیرند. پدر محمد امید دارد دادستانی عریضه او را منصفانه بررسی خواهد کرد. در تاجیکستان جلب مجبوری جوانان به خدمت حربی منع است، اما در موسم دعوت جلب اجباری آنها معمول می شود. مقامات باشد با وجود نشر ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی و چاپ مطالب میگویند کارمندانشان به چنین اعمال دست نمیزنند.
رو می‌ریم با موضوع دیگر. قرب دلار در تاجیکستان باز بالا می‌رود. عین زمان با گفته شاهدان $100 آمریکایی در بازار غیر رسمی بر عوض 1000 سومانی تبدیل می‌شود. болоравии тадриҷии қурби доллар дар тоҷикистон аз аввали сол мушоҳида мешуд, аммо қурби расмӣ ҳамону бетағйир аст. ҳамкорам абдулло ашуров шебу фарози бозори арзи тоҷикистонро пайгирӣ дорад ва ҳоло бо мо дар студия асту омодаи посух гуфтан ба чанд суол. салом абдулло, хуб, қурби расмӣ дар тоҷикистон ҳоло чӣ гуна аст ва бо қурби ба истилоҳ бозорӣ то чӣ ҳад фарқ дорад? шаҳло мувофиқи қурби муқаррар кардаи бонки миллии рӯзи чаҳоршанбе $1 9 сомонӣ ва 43 дирам ва ё $100 943 сомонӣ муайян шудааст. Аммо тавре дар оғоз ҳам гуфта шуд қурби асъор дар бозори ғайрирасмӣ ба 1000 сомонӣ расидааст. вале абдулло, тавре медонем дар тоҷикистон 2 соли пеш саррофиҳоро баста буданд, пас қурби асъори ғайрирасмӣ аз куҷост? шаҳло, бо вуҷуди бастани саррофиҳо мардум хусусан соҳибкорон бо назардошти қурби доллар нархҳоро муайян мекунанд, чун бисёре аз маҳсулот аз хориҷа бо воситаи доллар меояд. Як ҳамсуҳбати радиои Озодӣ дар душанбе ки ба истеҳсоли масолиҳи сохтмонӣ машғул аст, гуфт ашёи хомро аз ширкатҳо ва соҳибкороне мегирад ки аз хориҷа мол меоранд ва онҳо бар ивази $100 1000 сомонӣ мехоҳанд ва мегӯянд ки бихоҳӣ бо ҳамин нарх бихар, нахоҳӣ не. рӯзи чаҳоршанбе дар чанде аз бонкҳои тиҷоратии кишвар ба мисли Исхата, Соҳибкорбонк ва Казкоммерсбонк ҳам гуфтанд қурби доллар 944 сомонӣ аст, аммо таъкид карданд ки айни замон доллари нақд барои фурӯш надорад. хуб, пас бонки миллӣ дар ин шароит чӣ кор мекунад абдулло? ба гуфтаи ҳамсуҳбатони мо, дар яке аз ташкилотҳои молиявӣ бонки миллии хариду фурӯши асъорро дар тамоми созмонҳои қарзӣ ва бонкҳо тавассути софтвери Thomson Reuters ки ҳама муассисаҳои молиявӣ ба он обуна ҳастанд назорат мекунад. бонки миллӣ айни замон ба ташкилотҳои қарзӣ дар як рӯз $30,000 ва барои бонкҳо андаке бештар доллари нақд барои фурӯш медодааст. аз ин рӯ бонку ташкилотҳои қарзӣ ба ҳар як кас ҳамагӣ на бештар аз $200 мефурӯшанд, чун норасоии асъори хориҷӣ сахт мушоҳида мешавад. норасоии асъор албатта боз ҳам бармегардад ба вазъи иқтисодии кишвар ки содироташ аз воридот дида 3 маротиба камтар аст ва асъори хориҷӣ пайваста аз кишвар хориҷ мешавад. хуб, фаҳмо ва ташаккур абдулло барои суҳбати фарогир. ما برنامه را ادامه میدیم. مسئولان مرکز خون میگویند در چند سال اخیر شمار افرادی که آماده‌اند دونور خون شوند افزایش یافته است. اگر بخش مهمی اختیاریان خویشاوندان بیماران و نیازمندان خون باشند، بخش دیگر را افراد بیگانه تشکیل میدهند که از روی انصاف میآیند. در تاجیکستان ده ها هزار بیمارانی هستند که به خون نیاز دارند و برخی از خانواده‌ها امکان خریدن خون را ندارند و برای دریافت خون رایگان کمک میخواهند. سرانگیز نوروشو و برای یوسفی سبب‌های بلند رفتن نرخ خون را تحقیق کردند. فرزانه نعیمова ساکن 30 ساله شهر حصار سه کودک بیمارش را به تنهایی پرستاری میکند. او میگوید محض بیماری فرزندان که به طبابت دائمی و دریافت خون نیاز دارند سبب جدا شدن او از شوهرش گشت. هر سش دختران هر سش بیماری همی خون دارند، ترومبوسیت. همی سبب همیش دم سال پدرشون دیگه نگاه نکرد. این مثال از همی خون نمیدونه که چه قیمت شده. این سه فرزند قطیمه. مثال 300 گرم خونه این ما 315 میگیریم. سه تا فرزند روزورم نمیرسه. همی سبب هر ماه وای نمیکنم. در دکتر مراجعت نمیکنم. فرزانه میگوید فعلا احوال دختری کلونیش که 8 سال دارد چندان خوب نیست. حتی حوصله به مکتب رفتن ندارد و همیشه از درد سر شکایت میکند. اما از گرانی ارزش طبابت و خون نمیتواند او را در بیمارستان بستری کند. مثل فرزانه صدها خانواده های هست که برای طبابت نزدیکان به خون نیاز دارند و به خاطر کمبغلی در شبکه‌های اجتماعی از ساکنان کمک خواستند. تعدادی از فعالان شبکه اجتماعی فیسبوک داوطلبانه برای خونسپاری به مرکز جمهوری علمی خون آمدند. آنها میگویند هدف از این اقدامشان نجات جان سمیه، یک دخترک 7 ساله گرفتار مریضی لیکوز یا سرطان خون است. در فیسبوک خوندم که از توجیکستانی یاردم پرسیدند که کسی که میتوند اومده به استانسی خونسپاری اومده یاری خود را رسوند. برای من باری اول اومدم میخوام که این اقدام بسیارتر آدمو اجرا کنند، بیایند خونشون سپارند و یک عمری یگان کسایی که بیماری که در این خون محتاج است یاردم خود را رسونند.
حداقل در یک روز 5 نفر داوطلبانه برای کمک به سمیه 7 ساله خون سپردند. این در حالی است که مادر سمیه در صحبت بدون نوار تاکید کرد که دیگر امکان خریدن خون را ندارد و از ساکنان در دریافت خون رایگان کمک خواسته است. در ضمن مسئولان مرکز جمهوری خون از افزایش شماره دونورهای خود در یک سال اخیر خبر دادند. عموما در جمهوری 50,000 دونوران همه ساله خون میسپارند. سبب افزایش دونورهای خون در کشور را مسئولین مرکز در تبلیغ منفعت‌های خونسپاری و بلند رفتن ارزش خون می‌دانند. وابسته به همین خراجاتی که برای تامین بخطری 100% خون را تامین می‌نماید، وابسته به همین مقداری مبلغ جزءهای خون از 80 تا 100 میلیلیتر تا 100 سومون برای 100 میلیلیتر وابسته به نمود جزءهای خون پیش‌بینی شده است. سبب تا حدود 15% افزایش یافتن خون و جزءهای آن در مؤسسه‌های طبی کشور را مقامات مرکز جمهوری علمی خون افزودن مواد خراجات برای کارکرد، پولویدن و بی‌ضررگردانیدن جزءهای خون عنوان کردند. در تاجیکستان یک گروه مریضی‌های هستند که به دریافت دائمی خون نیاز دارند. گروهی خردی از این تعداد مریضان از طریق سازمان‌های جمعیتی و خیریوی به خون رایگان دسترسی دارند، اما دیگر مریضان در صورت پیش آمدن ضرورت دریافت خون دونوری مجبورند به هر قیمت آن را خریداری نمایند. و در این قسمت برنامه شما رو به سیر ولایت پنجشیر افغانستان دعوت میکنیم. دقیق‌ترش به تماشای یک شغل دوست داشته جوانان در فصل زمستان. این دلخوشی با کمک سورچه چنای خاصی افغانی صورت میگیرد. گزارش را اسکندری خواجه میرزاده تقدیم میکند. در افغانستان چنه سواری خاص یا خود سورچه پرانی را دوست دارند. خیر باشد. جوانان در وادی عبدالله خیلی ولایت پنجشیر صبحی بر وقت به کوه میبرایند تا به اصطلاح سورچه پرانی کنند. هفته به خاطر که میشونه ما رو سورچه خراب میشه، باز هفته که برام میریم طرف خونه باز بساوش پس میمونیم. در جای دور که میرین بلندی های کوه است، پرش تو به سرعت زیاد ترس ندارین در کوه در سنگا شما را نظره؟ نه واسه کلش ولا شد ان شاء الله کسی ترس بس نداره. خبرنگار رادیو آزادی هم یک درس سورچه پرانی را از خود کرد. برای کسایی که مثل ما مهارت اسکی وطنی را ندارن خیلی خطرناک واقع میشه. قریب بودم دمی یک دست موگور شده، یک پیشونی موگور شده و اینجاش امتحان شده، دیگه یک جور زومی من موگور شده. نجار دور محمد از درخت میوه سورچه می سازد. او میگوید که سورچه سازی تاریخی طولانی دارد ولی پیوندی تنوکه سالهای اخیر پیدا شده است. کسیش خب ما معلوم نیست اینمی آیینه که اختراع کردیم اینمی در زمانهای ما جور کردیم. همین نفر آیین هم که اختراع کرد اضافه کرد به اصطلاح یا معلوم نیست نفرش که معلوم نیست. نه مگم در این وقتا شده آیینش. سیستم برکش یا به اصطلاح همی که استارت میکنه اون چی از چرا استفاده برکش این جنرال یک دانه شو میگه نصب میشه، اینجا زین جور میشه، با بسیار هرچی که سرعت باشه اینمی که کش میشه استارت میشه. این قسم برکش میشه. با فرارسی تابستان برف آب می شود و در پنجشیر موسم کوهنوردی آغاز می‌شود. و چند روز این جانب ده نفر مسافران امکان پرواز از فرودگاه دوشنبه را طریق خط‌سیرهای مختلف پیدا نکردند. سبب نیز در آن بوده است که بین افراد چپته های قلبکی را فروختند. همکاران ما به خاطر پیگیری این موضوع به فرودگاه رفتند و با خود این مسافران صحبت داشتند. فردا منتظر باشید بینندگان عزیز، در برنامه خبری این موضوع را حتما تقدیم شما خواهیم کرد و شما نیز تفصیلات را خواهید فهمید. و فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از آنکه تا آخر برنامه ما را همراه بودید تشکر میگیم و همین گونه دعوت میکنیم که نوار و گزارش‌های جالب رو از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی نیز در خدمت شما عزیزان است. www.azadi.org. فردا صبح بر وقت تماشای نوید بامدادی از یادتان نرود. تا فردا، خدا نگهدار.